خب می‌خواستیم مدل بینیتون چجوری باشه؟ بخوام نیمه فانتز باشه، خیلی فانتزی و رو به بالا، خیلی سربالا نباشه، نوک‌تیز هم نباشه، نوک‌تیز نباشه. قوزی که داره خب باید برداشته بشه. یه مقدار افتادگی نوک بینی داری، این اصلاح میشه، البته در حدی که خیلی سربالا نشه. تو نمای نیمروخ یه قوس ملایم ایجاد میکنیم انشالله. یه مقدار این ناحیه استخونا پهنه، اینا باید جمع‌تر بشه. پره‌های بینیتون هم همینطور، اینا باید جمع بشه. انشالله نتیجهش خوب میشه. خب عمل تموم شد، بریم با هم نتیجه عمل رو ببینیم. این نمای نیمرخ بیماره که عکسش هم کنارش گذاشتیم، یه قوس ملایم دادیم و حالا تو نیمرخ هم ببینیم بینی رو یه مقدار افتادگیش رو اصلاح کردیم بدون اینکه حالا خیلی بینی سربالا بشه. این هم نمای روبرو هستش، همونطور که میبینید بینی رو ما جمع کردیم. البته خب الان تورم یه مقدار داره، اجازه نمیده. یه غیر قرینگی که تو ناحیه پره‌های بینی بود رو تا حد زیادی تونستیم اصلاح بکنیم. نوک بینی رو همونطور که میبینید از حالت افتادگی خارج شده، اینجا افتادگیش کاملا پیداست ولی افتادگی اصلاح شده. این هم نمای بالای سر بیمار. اینجا هم تغییرات رو میبینید، بینی طولش بلند بود کوتاه‌تر شده و تغییراتی که تو ناحیه پره‌های بینی هست هم میبینید که اصلاح شده مشکلاتش. نمای سوراخ‌های بینی رو هم میبینید که تا حدود زیادی تقارن دارند و سایز سوراخ‌های بینی به نسبت اولیه کوچکتر شده و کاملا تیغه بینی در خط وسط قرار گرفته. مرسی.